یه کلمه آخر کلیپ گفتم که هر کسی نمیدونه چیه. بریم برای آموزش. کافیه یه سیم کارت توی تلویزیون بذاری و کانال‌های ماهواره رو هم ببینی. صاحبان این کانال‌های کارتی نمیخوان که تو این ترفند ساده و فوق‌العاده رو بفهمی. یه کابل کوآکسیکال 2.5 متری بردار، پلاستیک یه سرش رو جدا کن. یه سیم کارت رو با استفاده از یه دستگاه لحیمکاری یا یه سیم مسی به سیم لخت وصل کن. یه آنتن ساده برات درست میکنه که همه کانال‌های کارتی و خفن رو برات باز میکنه و تو رو از هزینه‌های اشتراکی تلویزیون ها نجات میده. پلاستیک سر دیگر رو جدا کن یا کوپولینگ کوآکسیکال وصل کن و به تلویزیونت وصلش کن. حالا به تنظیمات تلویزیونت برو تا کانال ها رو به صورت خودکار تنظیم کنه. توی چند ثانیه همه کانال ها با کیفیت عالی، تصویر فوق العاده HD و بدون هزینه برات باز میشه. این کار ساده رو هر کسی میتونه انجامش بده. اگر خوشت اومد پستمو بفرست برای تمام عزیزان و دوستان